میخوام یه اکسیر جوانی بهت معرفی کنم که اگه علائم فرسودگی و پیری رو تو خودت میبینی و روی روحیت تاثیر گذاشته، این روند رو کندش کن. عرض درود ارادت، من امید صالحی هستم، کارشناس تغذیه و کوچینگ سلامتی. امروز میخوام یک معجون و یک اکسیر جوانی بهت معرفی کنم. قبلش یه موضوعی رو میخوام شفاف سازی کنم. ببین، انسان از یه سنی به بعد دیگه رشدش متوقف میشه و از اون به بعد روند فرسودگی و یا روند فرسایشیش شروع میشه. جوانی تموم میشه، میره به سمت میانسالی به سمت پیری و کهنسالی. ما به هیچ عنوان نمیتونیم جلوی این فرایند رو بگیریم، ولی میتونیم سرعتش رو کند کنیم. حالا توی سلبریتی ها، بازیگرها، فوتبالیست ها، افراد مشهور یا آدمایی که دور و بر خودتون بوده، خیلی ها رو دیدین که سن بدنیشون نسبت به سن شناسنامه‌ایشون واقعا پایینه. اینها برمیگرده حالا به چند نسل قبلشون که باید ببینید رفتارشون و برخوردشون با استرس و اضطراب چجوری بوده، با اتفاقات چجوری بوده، لایف استایلشون تو بخش تغذیه و خواب و استراحت به چه صورت بوده، توی حوادث چجوری خودشون رو مدیریت کردن و یک تغییراتی توی ژن اینها ایجاد شده که باعث شده که این هورمون کورتیزول درشون کنترل بشه و روند پیریشون کندتر بشه. و از جمله غذاهایی که مصرف میکنن این روزها، غذا خیلی روی این موضوع مؤثر. و یه سری افراد هم که به خاطر ورزش منظم، حالا ریکاوری که انجام میدن، خواب مناسبی که دارن، میتونن این روند رو کند کنن. و این وسط ها یک سری مکمل ها هستش که میشه روی این محصولات، روی این مکمل ها اسم اکسیر جوانی گذاشت. این مکمل توی کشورهای اروپایی واقعا به اکسیر جوانی معروف هستن. بعد اینکه اسمش رو گفتم میتونید توی گوگل سرچ کنید. خیلی ها اسم این مکمل رو شنیدن، تأثیرات زیادی داره. یعنی هر کسی که یک بار برای لاغر شدن باشگاه رفته یا رژیم گرفته یا مکملی خریده، یک بار کافی این کار کرده باشه، قطعا اسم این مکمل رو شنیده. به خاطر یک نوع تأثیر دیگهش این مکمل رو مصرف میکنن، ولی تأثیر اصلیش همینیه که اروپایی‌ها بهش لقب دادن که تأثیر فوق‌العاده درمانی داره. ما باید پیری رو اول دسته‌بندی کنیم. پیری به دو صورت اتفاق میفته. فرسودگی به دو صورت اتفاق میفته. یک جسمیه که تو ظاهر نشون میده موها سفید میشن، پوست چروکتر میشه، توان بدنی، قدرت عضلات کمتر میشه، عکس العمل و سرعت کمتر میشه. و از طرفی گزینه دوم، پیری زمانی اتفاق میفته که یک آقایی قدرت باروریش رو از دست بده. یعنی همه چیش اوکیه، همه چیش در سطح نرماله، ولی اسپرمهاش مشکل داره و نمیتونه بچه دار بشه. قدرت باروریش رو از دست داده. خاصیت درمانی این مکمل اینه که توی مراحل اولیه به صورت ساپلمنت به اون شخصی که این مشکل رو داره تجویز میکنن، به صورت خوراکی مصرف میکنه. اگر تأثیر حتی ناچیز دیدن ازش، مطمئن میشن که این دارو میتونه مؤثر باشه و اون وقت به صورت سایکل در فرم تزریقی بهش تجویز میکنن که نتیجه بگیره. حالا قطعا مکملی که معروفه به این که جهش اسپرم یک مرد رو افزایش بده، میشه اسم اکسیر جوانی روش گذاشت، چون روی پروفایل تستوسترونی آقایون هم تأثیر داره. حالا
چه مشکلی در باروری آقایون هستش که این مکمل رو تجویز میکنن؟ آقایونی که توی جهش اسپرم، توی تحرک اسپرمشون مشکل دارن، چون انتقال انرژی خیلی خوبی رو انجام میده، روی پروفایل جهش اسپرم تاثیر فوق‌العاده‌ای داره و تحرک اسپرم رو تشدید میکنه و باعث میشه که قدرت باروری آقایون بالا بره. حالا علت نامشخصی داره داستان جهش اسپرم، ولی این دارو توی این مکمل توی درمان این موضوع پاسخگو بوده. این مکمل اثر مستقیمی روی تستوسترون آقایون نداره، یعنی به خودی خود تستوسترون رو افزایش نمیده. به خاطر خاصیت انتقال انرژی سریع که انجام میده، یه خاصیت ضد التهابی در بدن ایجاد میشه و همین باعث ریکاوری و کاهش التهاب در بیضه آقایون میشه و باعث میشه که پروفایل تولید تستوسترون بهبود پیدا بکنه. حالا اثر آنتی اکسیدانی داره که همینم خودش کلا خاصیت ضد التهابی این مکمل رو داره اثبات میکنه و رادیکال های آزاد رو مهار میکنه. تو بحث شادابی پوست و اکتیو بودن آقایون باز هم برمیگرده به داستان انتقال انرژی سریع که انجام میده. این مکمل رو توی باشگاه‌های ورزشی و توی رژیم‌های غذایی به عنوان چربی سوز استفاده میکنن که تو پست‌های قبلی در موردش صحبت کردم و گفتم که به چه صورت روی چربی سوزی تأثیر میذاره. بله، اسم این مکمل الکارنیتین هستش. مکمل الکارنیتین که یک میشه گفت شبه آمینو اسید هستش. مکمل الکارنیتین به عنوان خب چربی سوز انتخاب شده، این یکی از تاثیراتش، ولی مکمل روی جهش بهبود جهش و تحرک اسپرم آقایون تاثیر داره. اونایی که قدرت باروری ندارن، عامیانه بگم بچه دار نمیشن، آقایونی که بچه دار نمیشن یا تستوسترونشون پایینه یا حجم اسپرم و یا جهش که بیشتر روی جهش اسپرم تاثیر داره، این مکمل رو به صورت خوراکی اول مصرف میکنن و در صورتی که تاثیر ناچیزی ببینن به صورت تزریقی و اگزوژن مصرف میکنن که بتونن اون شخص رو یا اون آقا رو درمانش بکنن. اگه کانال منو سابسکرایب نکردی همین الان سابسکرایب کن و عزیزاتو اگه دوست داری حتما کانال منو بهشون معرفی کن، چون من دوست دارم جامعه با دانشی تو حوزه سلامتی و تغذیه داشته باشه. اون لایک هم که بزنی من انرژی مضاعفی میگیرم. ولی برای مصرفش حتما با پزشکت مشورت کن. اینجا من در مورد خود مکمل بهت اطلاعات دادم، تجویزی انجام ندادم، بنابراین حتما یک شرایطی از خودت به یه پزشکی بگو و ببین که مجاز هستی این مکمل رو مصرف بکنی یا نه. در هر صورت هر مکملی که روی پروفایل هورمونی آقایان و پروفایل جنسی آقایان تاثیر مثبت بگذاره قطعاً یک اکسیر جوانیه، میتونه روی شادابیش تاثیر بذاره، روی اکتیو بودنش تاثیر بذاره و مکمل الکارنیتین یکی از این هاست. حالا شاید سوال پیش بیاد که خب ما به چه صورت مصرف بکنیم؟ اولا اگر پزشکت به تجویز بکنه با صلاح دید خودش، دیگه تو فرم‌های مختلف، اگه ناراحتی گوارشی نداری میتونی به صورت سافت ژل و قرص تبلت استفاده کنی. اگه نه مشکل گوارشی داری توی خوردن قرص و کپسول به مشکل برمیخوری، میتونی به صورت مایع و پودر مصرفش کنی. همین مدلش هست. و تزریقی ها خب اصولا برای آدم هایی که مشکل باروری ندارن، حالا بچه دار شدن و هیچ مشکلی ندارن، نیازی نیست. ولی باز هم توی شرایط خاص باز هم این پزشکی که تشخیص میده میتونی از این موضوع استفاده بکنی و بهره ببری یا نه، اون دیگه تشخیص پزشکته.
و اینم داستانی از مکمل الکارنیتین که یکی از تاثیرات درمانیش این هستش و فوق العاده بی‌نظیره. ممنونم که تا اینجا با من همراه بودی. بریم برای ویدیو بعدی.